آتشواره بسوزم قصه یال روزم گلکای قنداری با یخنه بدوزم گلکای هراتی با یخنه بدوزم دختر بلای دختر از کجای دختر ملکه شهر ما کمرطلای دختر ملکه شهر ما کمرطلای دختر. گوش کوچوچه ما زاده افغانستان هستیم پروای سر نداریم وقتی که حریف ببینیم راه فرار نداریم. سلام و احترامات دوستا عزیز خدا کنه خوب سی خدمت تیتریت باشی. مسجد که منتا میبینیم که نداره کلی دو میزنی. دوستا عزیز لطفا نداره دو نمیزنه. هیچ گپ نستی یک دوستی ما بود فهمیدی اشک مشک نبودم او دیگه این هفته یک هفته ما شب کار میکنم سیکو ما کار هستم یک هفته ما در روز کار میکنیم بس وقتی که ما روز کار میکنیم شب در خانه میرم لایف میایم دیگه بس بندار گرم میشی فهمیدی با دونم نزن خوشحالی میکنی دور زندگی هستی فهمیدی بس عاشقی مشوقی په درد نمیخوری ندای مرا دوست هستی فهمیدی خدا بیز خدا. تلفنی تو چقدر کلان است؟ او را چی میکنی؟ مادر کلانم یک زمین داشت از این سر تا او سرش که میرفتی در استول میکشی. ای رسایی که تو پدر کلان ما یک موتر داشت از این دروازهش میدرامدی 5 روز بعد از دروازه دیگهش میبرامدی. ای را در کجا پارک میکردی؟ در زمین مادر کلان تو. او بچه بخیر روز چا شده 12 بجه شده بخیر ده گلوسوب ما را دخواو نمیمونی بگا بگه جام که پشمکای تا ده گلوسوب فهمیده تو پشم تید که رایستی چی هسته؟ پشم نیست بابا برف هست برف. چی؟ یارو کی انداخته اینجا؟ تا حال کدام دختر سرتون پرزه رفته؟ چرا نه؟ چند دانه دختر سرتون پرزه رفته؟ تحقیق یادم شاید یک 3 یا 4 تا. چه قسم پرزه رفته؟ مثلا از جمله زمانهای سابق که درس میخوندیم یک وقت از کوچه تیر میشدیم یک دختر اگه میتو کرد یه لوده را زیکو گوتیم لوده خوی سر ما پرزنده رو خوام بچه ما بیا خونه هیچ حالم خوب نیست. سعید مادر جان. سلام بچه ها دوستا ما افغانستان میرم چون که مادرم زیاد مریض است و من نیاز داره. من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم آغوش تو جای من. لالا یک ایرانی در زیر پست ما کمند مانده که شما زبان ما را میفهمین من در جواب از این چی نوشته کنم؟ نوشته که برش بگو ما مثل شما ولی خار نیستیم لبیدان خود کش کنیم جون قربونی بیرم بگو. من از توی شکایت ندارم فقط با یادم میایه که تو را از خودم میگفتم.